پنجمین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه امروز آغاز به کار نمود. در این کنفرانس بیشتر از 500 تن نمایندگان شوراهای انکشافی قریه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات از 34 ولایت کشور حضور به هم رسانیده‌اند. محفل مقدماتی کنفرانس با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید در تالار لوی جرگه آغاز گردید. پس از آن محترم انجینیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات بیانیه مفصل و راهنمودیشان را ایراد نموده ضمن ستایش از کار و فعالیت‌های شوراهای انکشافی قریه اظهار نمودند که وزارت احیا و انکشاف دهات مصمم است تا در انکشاف بیشتر قری و قصبات کشور مجدانه تلاش ورزیده و در امر مبارزه با فساد با مردم خود همراه باشد. خواهران و برادران، کنفرانس امروزی ما چند جهت دارد. یک، ما پیام به دشمنان خود میرسونیم که ما افغان‌ها مصمم هستیم در انکشاف وطن خود کار میکنیم و هراس نداریم. دو، حمایه خود را از حکومت وحدت ملی خود اعلان میکنیم و ما مصمم هستیم که در حمایه حکومت خود آنچه که در توان ماست در انکشاف کشور خود سهم میگیریم. وی افزود با در نظر داشت کار و فعالیت ارزشمند شوراهای انکشافی و شفافیت مطلوب در کارشان حکومت اراده دارد نقش بیشتری به آنان بدهد. همچنان از نمایندگان شوراهای انکشافی خواست ما آمادگی قبول مسئولیت‌های بزرگتر را در آینده داشته باشیم. همچنان محترم احمد شهیر شهریار معین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات نیز به نوبه خود فعالیت‌های شوراهای انکشافی قریه را مورد تمجید قرار داده و وعده سپرد در جاهایی که روند انکشاف بدی بوده است توجه بیشتر صورت گیرد. اگر مطابق با اجندا صحبت شود خوب میشه بخاطر از اجندا خارج نشید. نمایندگان شوراهای انکشافی قریه پس از بحث‌ها و تبادل نظرهایشان طی 3 روز کاری تجربیات خویش را با هم شریک ساخته و با مشخص نمودن کاستی‌ها و راه حل‌های آن مسیر بدی انکشاف روستاهای کشور را روشن ساخته و در اخیر کنفرانس قطعنامه را نیز صادر نمایند. کنفرانس امروزی ما که پنجمین کنفرانس در نوع خود است و ما از سر تا سر افغانستان نماینده شورای انکشافی خود که نمایندگی از هر ولسوالی کشور میکند اینجا تشریف آوردند و امروز ما به شکل مقدماتی افتتاح کردیم و فردا ان شاء الله رسما در هر ریاست جمهوری توسط رئیس صاحب اجرایی و جناب معاون رئیس جمهور افتتاح و ارزیابی خواهد شد و هدف ما از این کنفرانس مشورتی است و ما می‌خواهیم که مشورای اعضای محترم شورای انکشافی خود داشته باشیم تا در آینده چطور میتوانیم که خدمات و پروگرام‌های انکشافی خود بیشتر، موثرتر و دقیق‌تر و خوبتر بسازیم.